چطوری بچه ابوالفضل پاستر هستم به قسمت جدید هیوله های ما. خیلی خوش اومدید. علی من چراغا بردم تکون میدم کار کنم. تمومش کنیم. بذار چراغا تو این قسمت نیست. علی آرتین تو این قسمت نیست. چه غلطی بکنیم؟ چه خاکی تو سرمون بدیم. ببین این از اونجا که آرتین من باشیم بازی تموم کردم. خب تا اینجا که رسیدیم از اینجا به بعدش کلش بلدم. بلدی کلشو؟ بله. خدا داداش این چشم نیست. علی این چشم نیست. این چشمه داداش نیست. چشمه. آخه میدونی همش کله ما بود. میدونی چی میگم؟ بابا یه دقیقه چی کار داری میکنی؟ اول اینو بردار. این چون خیلی به دردم میخوره برای قوضی. آره قوضی چون خیلی ناگهانی میاد. درش داشتم. دارم میبینمش اصلا رو من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داداش خیلی نزدیک نیست. اگه خیلی چون نزدیکه، نزدیکتر از اون چیزی که میبینم. علی زیادی نزدیک نیست. قوضی خب چیکارش کنیم؟ چجوری مهارش کنیم؟ من میدونم. بیا تو اسکنر. الان بریم میاد. خب نه اسکنر نیست. بیا تو اسکنر سیکویدوانو بردار. نمیتونی تو برش داری؟ نه تو بردار اینو. من اسکنر بردار اینو. داداش من پشت این وای میسم، پشت این میله. حالا تو نیومده بگو. بستمش. فکر میکنی اون جلو اونو میگیره؟ علی این چشمه در رو میکنه صاف میاد داداش مثل آدم. بله داداش احساس میکنم یه چیز تو صورتمه. اصلا تو صورته. داداش مردی؟ I'm not dead. هنوز نمردی؟ نه داره بیا سمت در. دارم میبینمش علی. بیا سمت در خروجی. نه داداش من اینجا موندم. اومد تو اتاق منو ندید رفت. خب میدونم بیا سمت در خروجی. چون الان بیاد ببینت میزنه میخورت دیگه. چیزی ازت باقی نیست. علی دید. خب بدو بیا اصلا مهم نگیره. بدو بیا. اومدم. بدو بیا. چرا نشستی این لبه؟ وسایل ها رو بذار اینجا. داداش نمیبینیمش دیگه. نه اون اسکنر برده. اسکنر فرده. فقط وسایل من نیازه بذاری. خب بفرما داخل. قوض جان مهمون نمیخواد. نه مثل که علاقه به مهمون نداره. داداش چرا قوت و حقیقتا نیاز داره. آره واقعا نیاز داره. چرا قوت و فقط بردار اون یکی. بابا این قوضی هم چرا قوه رو خاموش روشن میکنه؟ خب بیا. خب بذار دکمه روشنی لامپ روشن لامپ صبر کن. این ورا رو آفرین. من این ورا رو بگیر. پشت سرمونه. نه فکرم اون در هیولا را پل نمیاد. قوضی کشتت؟ نه قوضی دقیقا همون جایی که تو هستی. داره پلا میاد بالا؟ تو رفتی بالا پلا؟ آره رفتی بالا؟ من گفتم برو بالا. نه میدونم نگفتی علی. قوضی تو مپمه الان. بیا لعنت به اسم گذارید علی. کیه وزن دل قوک سب کن. قده شده دادن 3 متر و 40 داخل چیز نمیشه. تو گفتی میشه داجش داد. داجش آره میشه داد ولی خیلی سخته داج دادنش. توش دقیقا سمت چپمونه. بیا نه اومد این پشت قایم شد. داداش از این دره یکی داره میاد تو فکر کنم. چی نه داداش رادار منو ببین. رادار تو دارم میرم. چشه چرا گورشو گم نمیکنه بره؟ چشه کاری با اون نداره. با اون مظلومه. ما قراره اینو نجاتش بدیم. بیا اینور. اون نیست میدونم نیست. داداش اومد تو چی میگی؟ نه اون چشه است فکر کنم. آره holy fucking shit my god I don't از پشت سر اومد به فنا. در رو وا کرد. از در اومد. آره در رو داداش ببین تنها راهش میدونی چیه؟ تنها راهش اینه که بریم. فقط بریم. اصلا کاری بهش عزیز من باید یه سری چیزا رو بزنیم تو چیزا. بعد برقا رو درست کنیم. بریم فقط رادار رو پیدا. همینجاست. اومدم. من میدونم داره میاد اومد.
خب قوضی رو دورش زدم رو پشت سر من او چرا اووردیش چرا بیشور در رو واکن ترسوی نوبستک من اگه نباشم نمیتونی کاری کنی خب بیا تو نیومده علی بیا خب اینو با کجا ببریم هیچی میزنم سر قبر من خب کجا عالی شد وای برو من اومدم علی کدوم گوری برم کدوم قبرستونی برم همون راهی که اومدی ما برگرد داداش چرا تاریکی مطلقه بودو بزن رو دکتر سیف دستگاه رو داشتیم میبردیم یا پشت سرم اومده شد چجوری من برداشت بیا داشت راه رفتن نمیاد دیدمش برو حالا من ریختت برم میخوره علی تو گفتی برو من فکر کردم میگی از این راه روه برم سیف جدید پیدا کن من نمیخواد منو بیاری برو خودت انجام بده بعد سیف جدید بیار برو خب بس سریع برم اینو انجام بدم اون در رو باز کرد نه من وای چه جامپی زد سلام داشت میدونی من خدای داشت زدم من میدونی چقدر الدری ولی غلط کردم اصلا بازی بلد چرا اینجوریه داداش چجوری زندی نه داج بیدم داشت تو این ببین بس خوشگل آمریکایی من هیچیم نمیشه خب اینا رو با کجا ببری بذاری علی روی یه سری پلتفرم هستن من میگم بریم آخ ایول خوبه یکیشو بده من یکیشم تو بده نمیتونیم برشون بریم در جریان هستی و هولشون بدیم هم هول دادن منظورم فدا رفت جلون پاره شده داشت این که با این وضع اینجا باشه خب چیکار کنیم ما میشه داج دادنش سخته ها ولی میشه داجش داد اصلا چپ راستت قوی باشه میشه خب برون گم شو دلغک پوش بدم خب این اولی اینا من فکر اینا میره اولی اینم خب یکی دیگه هم بذاریم اینجا دو تا فقط خب یکی دیگه هم دیدیش تو اون یکی رو ندیدم با بریم بگیم الان پروشن ولک نیاستم دم به وله من نماترم ولک من جلبشو ندارم هلپ می ولک خب بذار ببینم اینو بردار این گانه این چیه توش نمیاد پشتمون احیانا کوکا ای یارو بله دیدمش منم دیدمش کوکا بریم بالا بعدی بالاه بیا پله ها رو آره بیا خوب رفتیم میکوید گانو بردار خب گوش کن این به درد میخوره به دردمون میخوره که میگم بردار چی کارت کرد آخه بیشور تیر نزن فکرم گرفتت خب بذار کلوزه 6 وسط در خب چجوری باید بازش کنیم در وسط علی گرفتی من خب بخره آزی منو وخات بخره دادا کمک پله داره میاد بابا نگو گرفتتت نه نگرفت همه بیرون تو برو بیرون راست با این گانه به شلیک کنم میمیره؟ نه یارو 4 تا چشم داره چجوری میخوای بکشیش چه ربطی به تعداد چشمش داده 4 تا چشم داره اگه تونستی به بیرون منو بزن والا الان میاد تو منو میزنه داشت داره میاد سمت تا خودت گفتم به گفته باشه چیزا رو زده انیمیشنا رو زده اینسرت الکتریکال زهر مار کو چشمه زد کش من دارم سعی میکنم پویست داره هیولای بیام که هیولای سرگرم علی باشه بیا آها پیداش کردم داره میاد تو مردی؟ یه بار نشد محکم وایسی
یک بار تو که میتونی من از سیف بیاد. خوب من نمیدونم تو چجوری توسط این مردی حاجی. یکی از مظلوم ترین هیوله های نه بازی. تو رفتی از در تو، منم میخواستم وای وای این دنبال دری. ببین فقط خدا بکشه به پینگوین الالدزت تا که کمین بلا بلا بلا. خب رسیدیم اوه علی اینجا کجاست؟ بیا اینجا نیومده بودیم تو حالا. جدیده با بیا داشت هیولا پرید. میشه ساکت چیه؟ این تو داشت هیولا. بیا این تو دختری؟ داداش خود چه ربطی داره؟ میترسم خب یهو میترسی همچی صدایی بدی؟ با اون قیافت اومدی یهو جلوم ترسی. لیکویدگان کو الان؟ من لیکویدگان رو نیاز دارم. کجاست؟ لیکویدگان اینجا سیف نداره؟ برو بمیر. دیدی گفتم ساکت شو. من همینو میگیرم میکنم تو حلقه دارم. ساکن. پس یه اسکنر هم بعد داشتم علی. از این فاصله مگه میشه؟ داشت اسنایپر یعنی بیا واشد واشد. خب داشت یه دقیقه وایسا. یه دقیقه بچه‌ها یه دقیقه وایسا. تعدادتون زیاده جان مادراتون. یه دقیقه مردی؟ نه زندم. اولین باری که زندم. من خودم موندم. برام میام. یس بیل. یه جوری گفت یس بیل که انگار قراره با بیل ما نجات. چون واقعا همینه دوش. نه تو بادو فقط بیا. اومدم. دارم میام. خدای نفره. وای رسیدیم به کله سفید پوست. کله سفید. از پشت این در اومدی؟ آره دیگه. خداش الان باید تو چمن بخوابیم. نه داداش کی افتاد؟ خداش تو چمن بخوابیم نمیبینته بود مثل اول. بدنش سفید شده آجی. کلش سفید پوست. داشت حقیقتا نیست باب دید ما رو. میشه بیای؟ داداش ندید. کدوم گوری؟ من اینجا کدوم قبرستونی؟ دیوار گیر کردم. از کجا بیام تو؟ اینجا سلام. سیفو بزن. خب اینجا کد نیاز داریم برای گرفتن این مادربرد. خب ولی قبلش داشت هیولای داره نمیاد اینجا داره نمیاد اینجا. خب بذار ببینم قبلش. خب جاها که تغییر نکرده. این تو که نمیتونه. میشه ساکت شی؟ سلام دایی میره اونور. خیلی خب بیا دنبالم. بل میزنم تو صورتت دفعه بعد ساکت شو. کجا رفتی؟ قبرستون میای اینور؟ کجاست؟ پاک سرت. کوش کوره باز. سلام. بهت گفتم بشنوی بیای؟ چی؟ گفتم کوره باز. بعد شدیدی اومدی آره؟ چی؟ خنگ. چی؟ هر صدا یه لولو میاد. همینه. بیرو بده. اونجاست. بگو کاری. داداش داری چه غلطی میکنی دقیقا؟ اینو بردار. این چیه؟ موز. خب موز که آبی نیست. تو باید 1 2 3 4 5 5 خب 5 تا جاهاشون زده رو نقشه. علی من میتونم از اینجا راهنمایی کنم کدوم گوری یعنی کجا بری برشون بریم. نیازی اصلا به کمکت ندارم. تنها همین الان خودم 3 تاشو پیدا کردم. نوبی دیگه. گم شو بیا اینا رو بردار. نزدم تو صورتت. داداش میگم خب نوبی بیام کمکت کنم. به قرآن پا میشم پا سیستم میزنم. میام بیا این. من درش خود بیارش دیگه. خود من بیل دستم چجوری بیارم؟ نمیتونی 2 تا آیتم بگی. نه داداش به 3 تا جا میگیری ولی آوردمش. حالا بیا. داری میاریش؟ آره بیا. خب چرا گفتی بیام بیرون؟ الان هیولای منو ببینه به فنا رفتم برگشت. خب بذار 3 تا باتری بردار تو الان. داشت بذار خودم همچین چیزی نکن. الان 3 تا برداشتی باتری؟ 3 تا تو دستمه. خوبه. همون جایی که میخوایم بریم ازشون 4 5 تا مظلومه ها. اونجا میخوایم بریم. خدا من اینجا میمونم تا تو بیای دنبالم. تو خونه ای؟ آره. اومدم. خیلی خوب. 3 تا بردار. 2 تا بردار. خب بیا. خداش یکی دیگه نباید بمیریم. یعنی واقعا مردن نباید بمیریم.
و خیلی حواسمون باشه. جای سختی نیست. مادر برد اول جاش واقعا سختی. کله عنکبوتیه یه وای میسته یه جا کلهشو 10 متر میاره جلو. نه کله سفید پوست اونقدر هم سخت نیست. یه اونقدر هم سخت نیست. بیا لیکویدگان رو نیاز داریم ولی اوکی اشکال نداره. بیا این داخل میتونیم لیکویدگان برداریم. نه لیکویدگان نیاز داریم. بیا الان دارم میگم هست داخلش. الان فعلا نمیخوایم. بیا فقط دنبالم، فقط بدو دنبالم، اصلا نگاه نکنی برام. فقط داش اومد پشتت نمیذاره. بیا بیا سکو من الان ردش دارم سپا بکشونمشون این بر. حالا از اینجا بیام اومدم دارم میدوام. وای شونه مادرت میزه بود. شونه مادر طوری نیست میدونم کجا بود. 3 تا هم داداش چیکار کنم. سیف کردم نیومدی؟ نه هنوز سیف کردم اما لحظه ای که مردیم سیف کردم. خب جای تو که این نیست. من نمیدونم دست تو نه مگه تو هم میاد. 3 تا باتری هم کو. خب 3 تا تو 3 تا من اون دوتای منم دم اون درم. بازم مطمئنشم. آره بیا برشون برو اون چپه دار. اومدم آدم میاد. خب دارم میام. بدو بیا اینجا. اوک بدو دوتاشو واسه سری بزن. دوتا رو سری بزن. تا اومدم بزنم خب گرفت. دوتا رو منو گرفت. دوتامونم گرفت. 4-5 تا ان حاجی. 4-5 تاشون واقعا نمیشه بهشون گفت مرجون. دیگه واقعا 4-5 تایی میشن یه لشکر وحشی. برو بردار اون دوتا رو. نه نمیخواد اون دوتا رو بردار. خودم برشون دارم. همونجا فقط باش. من مردم ریوایو کن. باش. برو کنار اون میزه. چی؟ برو کنار اون میز چوبیه. کنار میزم. خوبه همونجا وایسا. پشت تنبی. همونجا وایسا. داره میاد سمتت. میشه درخواست یه دقیقه گزارشگری نکنی؟ 2 تا. تو دیگه مادر برد اول. داداش میخوام بیام. صبر کن. نه آخه میخوام ببینم اونجا که داری مادر برد. باشه خب صبر کن. مادر برد که من نمیزنم. خیلی خوب. ریوایوم کن. ریوایوت کنم. بابا یتیم لا چجوری اومد تو؟ بذار من برم فقط مادر برد رو بردارم. برم میام باچ. مادر برد هم برش. بیا. برش شیشتی هستی سمت. آره. جای سخت کارت حل شد. وای علی جلوت. 3-4-5 نفری هم میان. آخه این چه اون است. داداش 3 تا شدن. 4-5 تای ریختن جلوم آقا. وای علی بودو منم پشت. چرا همش میان دنبال تو بابا. یا غلط کردم باشه همون دنبال علی بری کافیه تو رو قرآن مجید غلط. به مولا غلط کردم به خود شوخی کردم یه چیزی گفتم دیگه. خب مادر برد اول. دیدم که اون کله عنکبوتیه هست آرامش. این مادر برد اول حل. مادر برد اول جور شد. این مادر بردم کد میخواد دیگه درسته؟ آره این است آسانسور. بدون چیز پیدا کنیم برای فیوز برای این امتی اسلات. آره سبو یه اسلات براش پیدا میکنم. اسلات داشت الان اینجا نی. از کجا میدونی اینجا نی؟ خب ببین یادم از اون اسکاری قوضی بهت گفتم همینجاست. اینجاست؟ آره آخه این همه رو باید از اینجا ببریم؟ چقدر بازیش سخت و رو اعصابه بچه بازیش واقعا اصلا خیلی از دور بازی گوگلی و قشنگی. از دورم گوگلی و قشنگی. خدای از دورم گوگلی و قشنگی. چقدر فان بود. یه ذره چرت گفتم یه ذره نزیادی چرت گفت. خب پله بالا میره؟ آره نه نمیره داشت. نه الکی داریم میگه من اینو پوش کنم. چی؟ نکن خوش دقیق باید اینو هول بدی. یه جایی اشتباه هول بدی به چخ میری. داشت نمیشکنه که. چی؟ میگه نمیشه. نه میگم بچسبه به دیوار به چخ میریم. چرا 3 ساعت انگول کنه تا دیوار وا بره. اوه راست میگی. الان فهم چشم میخوره.
وسطی اصلا من برم جلوتر چک کنم. ساکو وایسا من برم جلو. سیفه جوری میگن اصلا نمیدونم. بذار علی بذار تمومه. حالا برو تو دازمون. نه این فیوز است. صورتیه. صورتی نیستش، قرمز رنگش پریده. نه داداش صورتی خوشگله. بدیم به مرور زمان تغییر میکنه رنگ قرمز صورتی. به مرور زمان صورتی شده. تو بازی علی ساکو ببینم قرمز کو ببینم یه لحظه ببینمش که. بیا بریم فقط صورتیه. بریم فقط فیوزو بذاریم سری تو آسانسور. یعنی علی ببین هر چی بدت بیاد سرت میاد. یعنی علی حتی تو بازی امیسری زیرو هم دستی نرمان نیست. خب بزن اوکی آسانسور بزنیم. یا تو بریم روف اول میریم روف چیه؟ سقف چی؟ بریم ببینیم چه خبره دیگه. آره بریم ببینیم. غلطی کنیم. وای خب خب واو برو بریم. وای اینجا رو باش. حس میکنم من خیلی قدرت دارم. من از بالا دارم اینا رو میبینم. اینا نمیتونن بیان بالا دیگه. اتفاقا میتونم بیان بالا فقط ندیدنم. تو چرا یه چیزی کنارم داره بغل گوشم داره میگه بیا مثلا نفس کشیدنمونه میدونستی؟ صدا نفس کشیدن خودمونه؟ بله اکسیژنه. چرا مثل سگ نفس میکشیم؟ داش اکسیژنمونه چون اکسیژنشون داره تموم میشه بخاطر همین اکسیژنمون داره. چرا اینجا مثلا نیومده بودیم تا دستگیری داره بکشمش؟ اینو بکش اونم بکش اونم بکش. کشیدم. اومدیم پشت بیا. اومدیم پشتمون. یه چیزی پشت سرم داره میگه علی مظلوم. از اینجا پیدا کردم آجی. جای درستی اومدیم. جای درسته دیگه. آره اون پنجره علی بودو. نزدیک بود ببینم ولی پنجره نیازش بریم. چرا درسته؟ پله بریم. تو داشت تو خیلی شد. پله بریم و یس. کجایی رفتی؟ یس بیا بالا بیا روف. روف که هستم. کجایی روف؟ بیا اینجا بیا پشت سر بیا اینجا. پله و اینجا و رسیدیم به قسمت دوم. اوه اینجا هم سیبو زدم. وای علی این هیولای چشمه نیست؟ آره باید برم بادیه را پایین بیارم. آقا بیا اینو زنده کنیم. بهش نخورم؟ نه بخوری اشکال نداره. من خورد منو. خورد تو رو؟ یکی دیگه منو خورد. نه یکی دیگه کنارش بود. داداش چرا یارو رو اینجوری گرفتی؟ مردی؟ من که مردم. آره میتونستی زنده هم کنی. مردی؟ من مردم. من همونجا که وایستاده بودم و چشمه اومد کش من دیگه. راست. یارو رو یقشو گرفتم من میبرم. یارو رو کشتیش از بس مالوندیش به این ور اون ور. بچه مثل این که اینو باید بس کنیم به آخ داداش ببخشید سرت خورد. آخ داداش واقعا ببخشید. این چرا دقیقا بعد از اونجا درد یعنی حالم داره هیولای این بازی به هم میخوره. در باشو دست درم ببند لامصبو. سلام علیکم. من برگشتم. آماده ای؟ وقتشه که علی بس کنه تا این بهمون کمک کنه. حالا یک، حالا بگو، حالا یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار، حالا پنج، حالا شیش، حالا هفت، حالا هشت، حالا نه، حالا ده. حالا ده 11. ما رو دیگه. سلام داداش کمک جون مادرت کجا میری؟ تو خدا تو به من قول دادی. تر خدا. راستی اینا رو نگیم بالا. همه داداش یکی دیگه هم که اینجا هست. کدوم؟ اینو. آها اینو چیزه. این برای این توه دیگه. اونا این دیگه برای اون توه. یه اینو باید بذاری برای فکر کنم پارت بعد. آره. قبضه. بچه‌ها پارت بعدی قراره